درود دوستان عزیز، در این نشر برنامه ما از آخرین گزارش‌های ترانسفری تابستان 2025 برایتان رسانه‌ای خواهیم کرد. آخرین گزارش‌های ترانسفری تابستانی سال 25 را میتوان از سخنسری گزارش آنتونی برزیلی به بتیس آغاز کرد. منچستر یونایتد در آخرین روزهای بازار ترانسفری اخیراً راضی شد که آنتونی بر عوض 22.3 میلیون یورو از دسته به بتیس رود. همچنین دیوان سرخ صاحب 50% مبلغ از فروش بعدی بازیگر خواهند شد. این بازیگر 25 ساله برزیلی وقتی معرفی شوی در بتیس چون بازیگر کامل حقوقی با درینگ ها از خرسندی تا بس گفتن گریه کرد. شرطنامه آنتونی با دسته از شهر سیویلیا تا سال 2030 مهلت داشته. بعد اجاره موسم قبلی آنتونی به پررگی از جبر و ستم دسته اماریم خلاص شد. اکنون سر از موسم نوین این برزیلی را ضرور است که اثبات کند که یک زمان او را امیو بر عوض 100 میلیون یورو بیهوده از آیاکس نخریده بود. ترانسفری دیگری قابل دقت در این تابستان آمدن جان لویجی داناروما از PSG به منچستر سیتی می باشد. بعد آمدن لیوک شوالیه برای عوض 40 میلیون یورو به PSG برای بهترین دروازه‌بان یورو 2020 دیگر در پاریس جای نماند، ولی این مرد که واقعا هم زور است به زودی دسته تاپ پیدا کرد. از برای او شده خود من سیتی ادرسون را به فنربخچه روان کرد. همینطور جیجی داناروما شتابان به صف دسته گواردیولا پیوست و شرطنامه تا سال 2030 بست. خلاص ایتالیایی که موسم گذشته با پاریژان تربل کرد اخیراً کورنمکانه در آن تیم جای نیافت و اکنون با من سیتی قدرتمند و گواردیولا نشان میدهد که بیهوده در شهر عاشقان نسبتش سخت بی‌احترامی کرده‌اند. منچستر یونایتد پرابلم دار در پس منظر آن کریزیسی دامنه‌دار باز یک ترانسفری دیگر کرد. این مورد با اشاره ناباوری نسبت اندره آنانا امیو اوید خریداری دروازه‌بان بلژیوی سن لامنس بر عوض 21 میلیون یورو اعلان کرد. دروازه‌بان که در تیم اندورپنی بلژیا بازی می‌کرد پس از دریافت اجازه کار با منچستر یونایتد پیوست و با تیم انگلیسی برای 5 موسم تا تابستان سال 2030 شرطنامه امضا نمود. از برای لامنسی جوان شده امیو امیلیانو مارتینز را از استون ویلا شامل تیم نکرد. خلاص که امیو میخواهد با وجود ترانسفرهای هرچی بیشتر نتیجه ها را درست کند، ولی به نظرم وقتی آن هم رسیده است که یگان روز نسبت ترانسفری خود روبن اماریم هم از دسته اعلان کنند. ممکن بعد این در سابق دسته فرگوسونی بزرگ کارها هم به درستی حل و فصل شوند. از وطن فوتبال همچنین پیریکار از لستر سیتی جیمی واردی به ایتالیا رفت. این بازیگر تجربه دار فعالیت ورزشی خویش را در صف کرمانزه ادامه می‌دهد. مهلت شرطنامه واردی با تیم نوش تا تابستان سال 26 است و طبق سازشنامه تمدید همکاری میان جانب‌ها با نظرداشت شرط‌های معین پیش بینی شده است. موسم گذشته جیمی در 36 بازی 10 گل و 4 پرتافت گل‌آور به نامش نوشته کرد، ولی وضعیت روبهان موسم قبلی تماما ناجور بود. واردی نوابسته از آن که با این تیم قهرمان انگلیا، دارنده جام و سوپر جام انگلیس شده بود، از این پس در چمپیونات ایتالیا برآمد می‌کند. یک نفر دیگری که در آخرین ساعت‌های محکم شوی روزانه تابستانی ترانسفری با وجود خفه شوی جانب‌ها و جنجال‌های دامنه‌دار اخیراً انجام شد. این گزارش اجاره‌ای حمله‌ور چلسی نیکلاس جکسون به باواریا است. شرطنامه حمله‌ور آفریقایی تبار با تیم آلمانی 1 سال را تشکیل داده. وابسته به جراحت لیام دلپ شدن این ترانسفر تا آخرین فرصت‌ها در خطر بود، ولی چه خیلی شد که میونخینی‌ها با پافشاری جکسون و اگنتش راه کار را یافتند و دیگر یک قدم دیگری زیادتی به سمت لندن هم نماندند. خود جکسون باشد تابستان سال 23 بر عوض 37 میلیون یورو از ویلیاریال به چلسی آمد و در دوام این فرصت‌ها صاحب آمار 81 بازی، 30 گل، 12 اسیست و الکی یک اجاره بیرونی گردید. اخیراً تابستان سال 25 نشانداد رکوردی ترانسفری در انگلیا را لیورپول باری دوم نو کرد. بعد آمدن فلاریان ویرتس از بایر بر عوض بیش از 100 میلیون
یورو. اخیراً الکساندر ایساک از نیوکاسل برای عوض 145 میلیون یوروی رکوردی به لیورپول آمد. حمله‌ور منتخب شوئدی الکساندر ایساک که از تابستان سال 22 در هیئت نیوکاسل 54 گل و 10 اسیست هم دارد، این تابستان از برای پیشنهاد امیدبخش لیورپول شده با راهبران پولدار نیوکاسل یونایتد به یک بارگی به جنجال خست. اگرچه 2 ماه اخیر نیوکاسل چند پیشنهاد سرخان را رد کرد و هیچ نمیخواست که برای از 170 میلیون هم ایساک را به دسته سلات روان کند، ولی او 2 پای در یک موزه دیگر میل بازی در صف نیوکاسل را نداشت. راهبران تیم نیوکاسل حتی زورکنی تا به در خانه ایساک هم رفتند، ولی این هم برایشان فایده نکرد. نیوکاسل دید که ایساک را نه برای پول راضی کرده می شود و نه با ضرب مشت. اخیراً 145 میلیون یورو گرفت و حمله‌ورش را به لیورپول روان کرد. گزارش ایساک به تیم منتخب جرارد پس از ترانسفرهای نیمار و امباپه به پاریژ سومین گران ارزشترین ترانسفر در تاریخ فوتبال گردید. نمیدانم ایساک خواهش مخلصان اشرده لیورپول را برآورده کرده میتواند یا نه، ولی برای از اینقدر پولی که به انفیلد آمد او را ضرور است که برای مخلصان لیورپول از آسمان ستاره فرارد. وقتی نیوکاسل یونایتد از ناچاری برای از این مبلغ رکوردی با حمله‌ور اساسی الکساندر ایساک هم باشد جدا شد، دیگر برایشان سراسیمه‌وار عوض کننده ایساک را یافتنشان در کار شد. چون این نفر هم به قول زاغان یوان ویس از برندفورد گردید که ترانسفرش همگی 30 ثانیه پیشتر از محکم شوی روزنه تابستانی ترانسفری انجام داده شد. از برای حمله‌ور منتخب جمهوری دموکراتیک کنگو زنبورها 55 میلیون یورو مصرف کردند و او باید سخت تلاش کند که نبود ایساکی جنجالی و با نیوکاسل قهری در دسته عموما احساس نشود. دسته سال اخیر مدام دوم در چمپیونات انگلیا که البته ارسنال نام دارد این تابستان چند ترانسفر خاکسارانه انجام داد. با خریداری جاروی حمایتگر پیرو اینکاپی از بایر میتوان گفت که ارسنال در ترانسفرها بعد لیورپول در زینه دوم ایستد. یعنی معنای گپ این که آنها اقلا در بازار ترانسفری هم یکم شده نمیتوانند. خلاصه گپ این که مهلت شرطنامه اجاروی بازیگر 23 ساله تیم ملی اکوادور تنها مهلت یک موسم را داشته، در صورت خریداری میتوان از برایش 50 میلیون یورو مصرف کرد، ولی اینش بعد آن معلوم خواهد شد که اگر موسم جاری این دفاعگر خود را همه طرفه مثبت نشان داده تواند. از شمالی لندن باشد بعد آن که سان رفت و باشگاه تاتنهام با حمله‌ور PSG کولوموانی شرطنامه بست. فرانسوی به انگلیس تاریخ اجاره آمده. با قول سرمربی نوی دسته توماس فرانک باید که با جوانی و خونگرمیش در راه رسیدن به هدفها به تاتنهام کمک کند. راندال کولوموانی نیمه دوم موسم گذشته را تاریخ اجاره در یوونتوس گذرانید و توانست در 16 بازی 8 گل هم زند، ولی وابسته به آنکه نظر PSG فرصت‌های اخیر حتی چنین حمله‌وران را هم نمیگیرد، از این رو بازیگری منتخب فرانسه را ضرور است که موقتا هم باشد یک زمان بین لندن و پاریژ در به در شود. یک نفر دیگری سالهای اخیر همیشه در اجاره جیدون سانچو است که بعد رد کردن پیشنهاد روحانی روما اخیراً به دسته دیگری پرمیر لیگ انگلیا گذشت. سانچو یک زمان تعریفی در بروسیا به چلسی هم پسند نآمد و این نوبت تاریخ اجاره در استون ویلا اثبات کردن است که تا حال هم برای فوتبال اروپایی نمرده است. سانچو که از سال 21 جانب به پرگی به یونایتد تعلق دارد در مسیر این سالها در اولد ترافورد آشی حلال نخورده است و از این رو در چنین سن جوانی گاهی در آلمان است و گاهی در لندن. برای چلسی باشد او به درجه این لازم شد که آنها 5 میلیون یورو هم از برای نخریدنش جریمه سپردند، ولی سر از موسم نو این باشد با ویلا تلاش میکند که دیگر باره در فوتبال کشور بارانی سر و صداها بلند کند. نفری با سانچو قهری و جنجالی یا خود سابق سرمربی این بازیگر با نام اریک تن هاگ باشد در نزدیکترین فرصت دقیق ترش بعدی 2 بازی از وظیفه سرمربیگی بایر برکنار کرده شد. نفری که باید عوض کننده آلونسو در صف داروسازان میشد در قیاس به راهبران منچستر یونایتد در لیورکوزن یگان رحم و شفقت ندید و بعد یک مساوی و باخت دردآور در بوندسلیگا از کار بیکار کرده شد.
چیزی خرسندی بخش برای تنهاگ باشد زمانی بودنش در بایر آن است که برای 62 روزی کاری این کلی زیرک ولی بمانی 6 میلیون یورو کار کرد و باز 5 میلیون دیگر در شکل جبران پولی میگیرد. پولسکو هم به زودی راه آسان پول کار کنی با اسلوب ژوزه مورینا را یاد گرفت. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.